سلام. میدونین افسانه آوردن نوزادان توسط لکلک ها چیه؟ لکلک ها مهاجرن و از سرزمین های دور میان و در بسیاری از فرهنگ ها لکلک ها نشان باروری و زایشن. حتی بعضی ها میگن خوششانسی و برکت میارن. حالا با این باور قشنگ میریم که این کوچولو معصوم رو ببریم پیش مامانش تا کهن الگوی معصوم رو از همینجا براتون تعریف کنم. اینم بگم که کهن الگوها میتونن در شناخت بهتر خودمون و در نهایت یافتن مسیر زندگی کمک موثری باشن. اینکه ما کجای سفر زندگی هستیم و فاصلمون تا رضایتمندی چقدره. معصومیت اولین کهن الگو و مظهر اعتماد به دیگران و جهانه. اولین آغازگری ها با معصومیت خامه و واقعا ارزش قضاوت نداره، چون اوج ناشیگریه. حالا وقتی آدم‌ها با تجربه آسیب می‌بینن فکر می‌کنن دیگه به خواسته هاشون نمیرسن و به خیال بافی رو میارن، چون از شروع دوباره میترسن. اما اگه معصومیت درست باشه و خامی رو به رسمیت بشناسه، بعدش یاد میگیره، تجسم میکنه و تلاش میکنه آموخته‌هاشو به عمل بیاره. زمانی هم که تکامل پیدا کرد از پس مشکلاتش برمیاد و از سختی ها فرصت میسازه و تازه همواره امیدواره. اون دوست داره همیشه تو بهشت باشه، امنیت رو میخواد، ولی خب این بهشت تمام شدنیه. بعضی وقتا هم ممکنه خجالتی بشه. آخه چون ترس از قضاوت و پیش‌داوری منفی داره، چون تو گذشته آسیب خورده، ترس از باختن و لطمه خوردن دوباره داره. به امید دیدار.